جای این تشبیه‌ها فکر یه ماشین لباسشویی باش. این ماشین رو هر وقت میزنم عین آدم آهنی راه میفته میاد تا وسط آشپزخونه. اونو درستش میکنم. اونجا رو نگاه کن. لباسا مثل آدما نیستن. حالا 2 دقیقه دنیا رو ول کن، به امور داخلی خودمون برس. این در فر کشت منو. دوباره باز نمیشه. بسپرش به من. کجا میری؟ بله، یه آقاییه میگه از لوازم خونگی جنستون آوردن بیان پایین. چی سفارش دادی؟ ماشین لباسشویی خریدی؟ چه خوب. این دیگه به درد نمیخورد، همه رو داشت چک مرد میکرد. اون که طوریش نیست بابا، یه ریگلاژ میخواد درست میشه. دیروز داشتم میومدم دیدم یه مغازه زده تخفیف اجاق گاز. اینم که درش خراب بود. یه نوشو سفارش دادم آوردن. بابا این درش خراب نیست، قلق داره. اینطوریه. یه ذره هولش میدیم بعد میکشمش بیرون. به همین راحتی. مطمئنی؟